салому дуруди бепоён ба ҳама тамошобинон ва шунавандагони канали Бахтиёр. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз баратон як қиссаи ҷолибро пешкаш мегардонам. пас аз марги падар зиндагии пурмашаққат гашт. орзуи ҳавасҳои ҷавониамро ҳамроҳи қаблгоҳам ба хок супорида хизматгори як марди сарватманд шудам. برادرها فضار پلیس آوردگیم ارگینالش استسیال فرانسه باشه، اینه که برای خراب شوی یک پچکش 36 کپسول داره، یک پچکش 8 تا 12 کیلو را میتونه خراب کنه. کدام درکو باشه زنزانه با تمام شهرهای روسیه روان میکنیم. تمام کاروباری خانه اکرمبای بر دوش من بود. او دختری پری چهره ای داشت با نام سنم. سنم به داری و زیباییشان فخر نمی کرد. دختری خاکسار و مهربان بود. هیچ کس گمان نمی کرد که او در عائله بای و ثروتمند به وای رسیده باشد. همیشه آرزو می کردم که روز داماد این خاندان شوم و سنم جنگلموی را عروس کرده به خانه‌مان برم. اما خیالم خام برآمد. در خانه خوجینم من و سنم به زودی اونس گرفتیم. او نیز مرا دوست می داشت. ما در تنهایی هزل و شوخی ها می کردیم. کسی از درد دل ما آگاه نبود. اما روز سنم را بشارت نوجوان فاتحه کردند. سنم باشد غیر من کسی را نمی خواست. شهرت پسری جوره جانی اکرمبای بود. او می خواست با این وسیله دوستیشان را مستحکم تر گرداند. سنمی بیچاره شبهایش را با گریه سحر می کرد. ولی پدری سنگدلشان به او اهمیت نمی داد. سنم سری تخت عروسی می نشست و اشک در چشمان من دم به دم حلقه می زد. او با پیراهن عروسی مثل شادخترهای افسانوی گشته بود. پس از توی پدری سنم دامادش را سردار یک کارخانه‌اش تعیین نمود. سنم باشد چنان رفتار می کرد که گویا پرنده آزاد باشد. از شوهر و والدانش پنهانی زود زود به آغوش من می آمد. اما دزدی غریب پسی سرگین خر گفتگی بر این عاقبت سری پنهانی من و سنم آشکار شد. پدری سنم یک نصف روزی با بهانه کافی به خانه آمده من و سنم را در آغوش همدیگر دید و در جایش شخ شده ماند. همین دم از پس شهرت در آمد و از این واقعه خبردار شده دود از دماغش برآمد. گمان داشتم که او مرا زده می کشد. اما پول و مال اکرمبای چنان چشمان او را کور کرده بود که خیانت همسرش را با چشمانش دیده چیزی نگفت. پدری سنم باشد به غضب آمده مرا با دشنامهای قبیح از خانه‌اش راند. به خانه‌مان آمده از این واقعه با کسی لب نگشودم. مادرم از بازگشت من خرسند شده از پی کلینکابی شد و نهایت مرا به زرینه نام دختری خانه‌دار کردند. با گذشت ایام ما دخترچه دار شدیم. با صد آرزوی هوس نام دخترچه‌ام را سنم گذاشتم تا که همیشه نام دوست داشتم در زبانم باشد. او را هرگز فراموش کرده نمی توانستم. از بین 6 ماه گذشت و دخترچه من خندانک و بازینگر شده بود. روز دخترچه بیمار شد و مادرم همراه زرینه او را به تبی بلند به بیمارخانه بردند. آن روز زرینه از بیمارخانه با قواق آویزان به خانه برگشت. در بیمارخانه کدام یک همسایه سنم از عشق و عاشقی ما با همسرم نقل کرده است. او مرا از جانم بیزار کرد که چرا دخترمان را سنم نام گذاشتم. خود را به نادانی زده به سخنهایش اعتبار نمی دادم. ولی زنم آتش جنگ را خاموش نمی کرد. بیماری دخترم اوج گرفته این دفعه به بیمارخانه نرسیده روی دستان مادرم جان داد. زرینه موی کنان و روی کنان در مرگ دخترم را گناهکار می کرد که اگر نام سنم را به دخترم نمی گذاشتی شاید نمی مرد. مرگ فرزند زنم را دیوانه کرده بود. کسی و چیزی نمی توانست او را به خود بیارد. پس از چند مدت زرینه طاقت نکرده قهر کرد و به خانه مادرش رفت و من هم دیگر به سراغش نرفتم. یک روز شنبه بر وقتتر از کار برگشتم. ناگاه چشمم به زرینه افتاد که از ماشین سیاه شیشه می فرامد. زنم تبسم کنان براننده خیر و خوش می کرد.
آتشی را جسم و جانم را سوخت. طول 1 هفته زرینه را تعقیب کرده با که دل بستنش را فهمیدم. راننده ماشین بیگانه نه، بلکه شهرت بوده است، شوهری سنم. ای زرینه، تو نمیدانی که شهرت از من قصاص گرفتنی است. چرا دیده و دانسته به کارگاهی شهرت به کار در آمدی؟ می اندیشیدم به خود. آهی سرد کشیده بالاخره نیرنگهایش را به دل زد و زنیره را از اصل واقعه خبردار کردم. زنم باشد به سرم داد زده گفت به من کاردار نشو، من نو بختم را یافتم. خطا میکنی. زرینه شهرت برای از من قصاص گرفتن تو را استفاده برده ایستاده است. میگفتم با علم برایم فرق ندارد، فهمیدی؟ زریره، من او را دوست می‌دارم. دیگر به تو زندگی نمی‌کنم. رو به راحت. راه تو دیگر است و راه من دیگر. بعد این سخنها را از دهان زنم شنیده امیدم را از او کندم. مادرم همیشه مرا سرزنش می‌کرد که خانه ویرانم را آباد کنم، ولی دیگر آیله‌دار شدن نمی‌خواستم. نهایت به خاطر کمپیری مادرم دوباره آیله‌دار شدم و بعد 2 ماه به روسیه رفتم. هر ماه به مادرم پول میفرستادم. قریب 1 سال کار کرده کاری خوب یافته بودم که برادرم زنگ زده خبری بیماری زنم را رساند. ناچار چپته خریده به وطن برگشتم. شکر خدا روی گرم مادرم را دیدم. مادرم سر و رویم را دستمال کرده روی دستانم جان داد. در یک لحظه حولی پرای همسایه ها شد. وقتی که تابوی مادرم را می برداشتم چشمم به شکمی دهی همسرم افتاد. برقصان از معاینه هم گذشت که زنم کی حامله دار شده باشد. چرا مادرم در این باره به من چیزی نگفت؟ بعدی گروه چوبی مادرم غمگین به کوچه برآمده با همسینفم سلام خوردم. خیلی صحبت کردیم. نهاجوره هم زبانی خایده گفت خورشید دیگر زند را تنها مانده به روسیه نرو. هنگامی در روسیه بودند بعض شبها به خانه یک ماشینی ناشناس می آید. یک شب او را تعقیب کرده با چشمانم دیدم که زند آن مرد را گسیل می کرد. دوامی سخنی جورم را در دهانش مانده تازه به خانه آمدم. زنم را زیری مشت و لغت گرفتم. نهایت او به گناه خود اقرار شده گفت که طفل بدنش از شهرت نام رئیس است. خودی همان روز جواب زنم را داده به خانه مادرم برده ماندم. از پی یافتن شهرت نامرد شدم. گفته به جای کارش رفتم. کاتبه تنازش مرا در آمدن نمود، ولی در را به لغت زده به اتاق در آمدم. از گریبانش گرفته فیغان زدم. تو از من چی میخواهی؟ چرا زنی مرا به دامت انداختی؟ گمان کردی که کارهای افلاست پوشیده میماند؟ خداوند هیچ گناه را بی جزا نمیماند. شهرت این را گفت و زرخنده کرد. مشت به ناگوشش فراوردم. من مثل تو دیوس نیستم. جواب زنهای خیانتکارم را دادم. به تو ابله فرقی ندارد که زند با که علاقه دارد و فرزندت از کیست. سنم تو را هیچگاه دوست نمی دارد. دانستم که همین فرزندی یگانت از من است. این گپ شهرت را بیکار کشت و من غالبانه گریبان او را رها کرده از اتاقش بیرون شدم. دیگر آب و خاک دیار برای من حرام گشت. از این خاطر به روسیه آمده در همین جا صاحب زن و فرزند شدم. روز هنگام سودا مهاجران تاجر به مغازه‌ام در آمدند. در بین آنها شهرت را دیده حیران گشتم. نمیدانم که او مرا شناخت یا نه. از مغازه خرید کرده برآمده رفت. بعدی رفتن از یکی همراهانش که بودنی او را پرسان شدم. معلوم گشت که سنم از شهرت جدا شده او را از کارگاه پدرش پیش کردند. با شنیدن این سخن دلم کمی آرام گرفت. میدانم که من هم در وقتش گناه صادر نموده سخت گناهکارم. از این رو زندگی نامه خود را روی ورق آورده تا که به دیگران درس عبرت شود.